نه هر کس مثل مایان در حیات خود وطن دارد، نه هر بلبل مثال ملک تاجیکان چمن دارد. السلام علیکم به کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. ما امروز سفر به شهر پنجکین کردیم. در دهه یاری یک باغ را دیدیم که چنان باغ زیبا و یک برادر در اینجا تنها زندگی میکند. برای ما هم عجیب تافت و خواستیم که از این اکا پرسون شویم که چگونه روز در اینجا به سر میبرد و این قدر باغ کلان را با همراهی کی کردگی است که تمام نمود میوه‌جات در اینجا وجود دارد. خب از اکا پرسون میشویم تا آخر برنامه با ما باشه، تماشا کنین، ان شاء الله همش خواهید فهمید. خب اکا خود رو معرفی میکردین بهر تماشابینان؟ من بهرام هستم، نامم بهرام از دهه یاری و همه 30 سال بازار در همینجا با مهنت خود من همین دو درخته همه شدن برای پرنده، برای خلق، برای خودم زندگانی اپشتی همین نال گشتاست، برای همین که همه چیز کارزگی خودم تعمیم میکنم. از همه آب چکاری از خود و خوراکم زمین کارمی دوزگی 3 هکتار زمین دارم که همین منبع زیاد و بزیاد خودم میخورانند میپوشانند. یعنی اکا از در 3 هکتار زمین شما همیشه باغ کرده هستین ها؟ یعنی شما خورد و خوراکتون رو از حساب همین زمینه؟ من میام همیشه خورد و خوراکم زندگیم از پیش همین بیشتر است. شما چند فرزند داشتین اکا؟ من 6 فرزند دارم، 6 پسر دارم. فرزند دارم از حساب همین زمین؟ حساب همین زمین. اکا ما در اینجا دیدیم که شما تنها زندگی میکنین. چخیل زندگی رو در اینجا احساس میکنیم؟ از شهر دیده اینجا خوب است برای شما یا که شهر خوب است؟ شهر هم خوب است، دیهات هم خوب است، برای اینکه هر کی گوشه که باش زاده شده باشد همونجا خوب است. خوب است یعنی که در اینجا غمگین نمیشه و زیق نمیشه؟ برای اینکه کاپیتیزور که هست آدم زیق نمیشه. در درون میگردیم یک جنت گشته ایستاده. بله ماشاءالله. میبینیم ما در این باغ سیر و گشت کردیم، نختون ببینیم که تمام نمود میوه‌جات وجود دارد. بسیار یک جای زیبا، یک باد هوای فارم. در اینجا فکر میکنم که جای زیق شوی نیست. خیلی که گفتی اکا که مثال هر کس ده مثال جای خودش، مثال هست انسانایی که در شهر زندگی میکنن مثال بهترین جای برای اونها هست، انسانایی هست که در قشلاق زندگی میکنن بهترین جا با همونجا هست. خب اکا بیشتر وقت خود را با کدام کارها مشغول میکنید؟ من وقتم بسیاری مشغول کردم برای اینکه کنی همین درختان خشک نشود، آب میمونم، وقت آبش میتیم برای اینکه کبود شود. همین یک پرنده می چرنده می میوه کند میوهش خورد است، ثوابش رفتن گیرد. برای همین شده زیق نمیشوم. یعنی که وقتی خود را با همین درختان رو میگذرونید. ولی در اینجا چند نفر کار میکنین شما؟ من بچه هم که همین 6 تا بچه پسر دارم، 6 پسرم که کار میکنم. خیلی محل همیشه اویلدار شدگی حاضر خودم تنها من همینجا کار کرده ایستادگم که کبوتی گم نشود. بله یعنی که مهنت کرده ایستادن که بعد از سر شما فرزندایتون مثال از اینجا یک بهره گیرن، پرندگان و هر چیزی که از اینجا استفاده میبرند. ماشاءالله هست. خب اکا وقتی که مثال اینقدر باغ کلان، اینقدر میوه‌جات، اینقدر کشت و کار میبینیم که آب شاید که در اینجا کم برسد، اینقدر چخیل آبگیر میکنید؟ من همین 3 تا حوض کول کرده که من برای که آب ذخیره کردم. گاهی محل با این ما نساس که آب میکشه، برای همین گاهی نساس ویران بشه، گاهی سحر برای همینا شده من همین کول کردم که همین چی نساس همین کنی همین حالم با آب جمع همین پرورش کنم که کبود شود. برای همین یعنی که این فکر ختم بود که همین آب ذخیره کنید و بعد که آب نباشد از این استفاده بره. این فکر خودم برای که همین یک کیسه کردم، یک کول کردم، استفاده بردم برای که یک آب چکاری کردم از همین کول که تا خوردم برای پمیدار میکنم، بادرنگ میکنم، پلک میکنم، از پشت همین شده ما بویا همه
خوردم، شیرینیش فهمیدم، لذت بردم. برای همه با 2 کول دیگه ساختم. 2 کول دیگه ساختم که برای همه تامین کنم نحولم ما روده کتی شیلان کتی کنم اینا با آب. بهترین بسیاریا شکایت میکنن که در دهات زندگی را بردن بسیار مشکل است. در این چه گفتنی هستین شما؟ مشکل نیست. در این زندگی وابسته از خودتون. دست جمعونی دهان میجمع، دست نجمعونی دهان نمیجمع. یعنی که مهنت کردی راحتش رو میبینی. دهات بسیار خوبی دارد که یعنی که میتوانی که بر استرویکا و بررسی نروید، در همینجا کشت کار کنی و زندگی را به سر بری. بله. خوب اکا در اینجا ما خیلی نظر کردیم، دیدیم چقدر چیزها کشتزار کرده هستین. باز شاید که این باغ کلمه ما همش نگشته هستیم. در این باغ چی کشتزار کرده هستین؟ کچکه کرده، پیاز کرده، سبزی کرده، پلک کرده. پلک تربوز کرده. امکانی بزرگیش خودمون به یارسه نگاه می‌داریم. ماندگیش با بزرگ با میفروشین که با دیگران هم مثال برسن. با فایده همین با خودمون هم هست که زیاد و زیاد. در وقت بهار چگونه میوه‌جات دارین که شما را مثال از اون استفاده بره؟ یکم گیلاس میپزد، دیگه مول میپزد. اپشتی همین گویا ما آنچه فایده میبریم. هم با مردم میفروشین هم با خودتون. ما استفاده از پشتی همین گویا روزگارمون رو میبینیم. انا پلکی که تربوز و خربوز کرده هستین این کدام وقت مثال میپزد؟ این چرا ما ماه سپتامبر میپزد. ماه سپتامبر که شد خود ما به درکارش نگاه می‌داریم، ماندگی با بازار جهان می‌داریم. یعنی که در دیگر جای‌ها تربوز و خربوز هست، مردم از استفاده برده ایستادن، وقتی اونجا تمام میشود با در شما میشود. یعنی که تاجیکستان ما همیشه همه چیز وجود داره. وجود داره. بله. شکرانه میکنم که دولت آباد داره. ما با همه زمین چاری زندگی از دادگی ما باید که استفاده بریم خودمون. همین زمین بیکار نمونیم. نایافته خوردن ما در کار. یعنی که مهنت دست خود مهنت حلال. حلال کردی خوردن کره خوردن ما در کار که یک کس به محتاج نشویم. بله. از حساب همین زمینتون خوب به دولت خوب به مردم ده یگام فایده رسیدگی هست. رسیدگی هست. برای آنکه زیاد و بازیاز که شد ما میبریم به مردم ارزان می قیمت می نرخی چقدری که در بازار هست از اون ارزان‌تر به مردم میتین. خب اکا میگفتین که از فایده همین زمینتون شما چی کار کردگی هستین؟ چیکار کردیم همین که بچگم خانه‌دار کردم. همیشه گویا جاش منزلش آباد کردم. دادم هر کی به خواجگی خودش. همش به زندگی خودش. یعنی که فایده همین زمین به همشون بسنده است. خب اکا میگفتید که در این باغ چی نمود میوه‌جات رو شنوندگی هستین؟ من در این باغ قریب 10 نمود 15 نمود میوه‌جات هر خیلی شنوندگی. هر خیلی آلما، گیلاس، چام، زردالو، توت. گویا همین برای تمام نمود میوه‌گی فکر میکنم که هست وجود داره. همیش کردی برای اینکه خود برای تامین کردن خودم هر نمودش من کار دیگه است. بله. خب در آخر گفتنی هستیم که خداوند مهربان وطن ما را باز هم آباد بگرداند. همین خیلی آباد نگاهش بدارد. دشمنان دین و ملت را خوار و ذلیل